روز 24 آگوست سال 2023 در کارخانه استحصال کاغذ تشناب واقع در ناحیه باباجان غفورف ولایت سوخت سوختار سر زده است. خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان با تکیه به منابع خود در جای حادثه خبر داد که نزدیکای نصف روزی 24 آگوست تقریبا ساعت 11:45 در کارخانه استحصال کاغذ تشناب سوختار رخ داده است. این کارخانه در کنار گردش راه شهر بوستان در درآمدگاه ناحیه باباجان غفورف جایگیر شده است. گفته می شود به جای حادثه ماشین‌های سوختار خاموشکنی سفربر گردیدند. تا حال مقامات درباره این سوختار معلومات انتشار نکرده است. در ویدیوی نشر شده دیده می شود که از محل سوختار به هوا علنگه دود آتش بلند شده ایستاده است. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نیمه اول سال 2023 در جمهوری 581 حادثه سوختار ثبت شده است که این نظر به 476 سوختار نیمه اول سال قبلی 106 سوختار بیشتر است.